حضرت میگه که لو کان العرش مستقرا لمعبودهم لكانت الملائكة الذين يحملون العرش حاملين اله العالمین والعیاذ بالله. اگر میگه عرش که مکان الله باشه، نعوذ بالله، همون ملائکه‌ای که عرش خدا را میبردارند، آخه در قرآن اومده است که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، 8 ملائکه است که عرش پروردگار را میبردارند. اینا نعوذ بالله خدا را میبرداشتند. با قول ایو اگر بگیرید، با قول ای جاهلا. و میگه که و ذالک محال غیر المعقول، این در عقل انسان نمیگنجه، هیچ مقصد تصور کردنی نیست. فإن الله کان ولا عرش ولا مکان، زیرا وقتی خدای تعالی الله همیشگی که هست، قدیم ای پروردگار به ابتدا، اوه نه عرش بود نه یگون مکانی بود. فلما خلق الخلق فيستحيل ان يقال انه تعالى صار مستقرا على العرش بعد ان لم يكن كذلك. اگه تصور کنیم بگیم که بعد که خدای تعالی عرش خلق کرد بعد بالای عرش برآمد، آخه این در عقل در تصور نمیگنجه که جایی باشه که خداوند یک زمانی نبوده بعد رفت. این را نسبت انسان ها گفته می شود، نسبت مخلوقات، نسبت الله ذوالجلال این را گفته نمی شود. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم و زبان عربی نویسه، هم و زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد حضرت جعبس میکنه میگه و ظواهر الآیات و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ظاهر بعضی آیات قرآن اگر با قول همین مجسمه و مشابهه بگیریم، همین را رد میکنن. بدن خدای تعالی را در همون عرش در قرآن اومده است، خداوند میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما با بنده از رگ گردنش نزدیکتریم. این را به ظاهرش نمیگیرن، تعبیر میکنن که یعنی رحمت خدا با بنده از رگ گردنش نزدیکتره. و هو معکم اینما کنتم. والله علم در سوره حدید آیه 4 خداوند میگه و الله همراه شماست در هر کجایی باشه. اوخی نه، هیچ کنه میگه که بذاتش همراهی ما، رحمت خدا همراه ما. تعویل میکنیم در اینجا. چرا او آیاتو را به ظاهرش بگیریم که خداوند مستوی بر عرش است، به ظاهر رو در اینجا بگیریم تعویل کنیم؟ همین میگه ینفی کونه مستقرا علی العرش. همین آیاتو خودشو نفی میکنن با قول همین مشابهه و مجسمه بگیریم بدن پروردگار و استقرار پروردگار رو در بالای عرش. امام بیهقی میگه و ان نفسه لیس بجسمین. وقتی میگه نفسی الله، او جسم نیست، خدا جسم نیست. با خدای تعالی نمی اعضای بدن مقصد که اختصاص دادن کمال احمقی است، بی عقلی است. و ان نفسه لیس بجسمین و ان وجهه لیس بصورتی. وقتی وجه الله میگیم مقصد ما همون رو نیست که اونم صورتی شکل صورتی ظاهری. او این را نسبت مخلوق گفته میشه، نسبت خدا دیگه گفته نمیشه. خدا رحمت کنه. خود یعنی امام بخاری در صحیحش همین کلمه وجه تعویل کرده است. کل شیء هالک الا وجهه. وقتی همین را تفسیر میکنه میگه که الا ملکه، ای الا ملکه. وجه به معنای ملک گرفته است، یعنی همه چیز هلاک شونده مگر ملک پروردگار. او ما ارید به وجه الله، یا هر چیزی که اراده کرده میشه با او وجه خدا، رضای خدای تعالی. اینا تعویلش کرده است امام بخاری. سلف صالح تعویل نمیکنن، سلف صالح هم تعویل میکنن جایی که وقتی که تشبیه خدای تعالی به مخلوقات شود و به دیگر شود. و ان یده لیس بجارحه. ید الله میگیم دست الله، او جارحه نیست، او اعضا نیست. اگر ترجمهش که کردیم، ترجمه لغویش کردیم، او جسم میشود که اعضا میشود. و ان عینه لیست بحدقه. وقتی چشم الله میگیم عین الله، او رنگ چشمای کسخونه سر ما نیست که نعوذ بالله.
میگم ما نمیگیم که مثل ما دست داره، نه ما میگیم که دست داره و نمیگیم که مثل ما. اگر مثل ما دست داره بگوی کافر میشه، مطلق کافر نمیگیم، مطلب مبتدع در عقیده میگیم، اما کافر نمیگیم. که اگر گفته که مثل ما دست داره نعوذ بالله کافر میشه. زیرا که امام طحاوی در همون عقیده مشهورش صراحتا میگه من وصف الله بمعنى من معانی البشر فقط کفر. کسی پروردگار را به همین معانی بشری اگر وصف میکنه کافر میشود. مثل ما دست داره و مثل ما رو داره میگه. شما را برای چی مجسمه میگه؟ به خدای تعالی جسم قائل است. خدا دست داره، دست همون دست لغوی میگیریم، دست لغوی که گرفتی جسم میشود. او یا ابلهش یا جو میگه که اگر به شرطی که همه جسم گفته ید و وجه و نفس همه چیزا را در نظر داشته باشه، بله ما میگیم که خداوند جسم است، نعوذ بالله. بعد میگن ما در عقیده اهل سنت و جماعت، قسم به خدا ای عقیده اهل سنت و جماعت فرسک ها دارن. با دلیل میگویدش از برای خدا حیران میشید. به خاطر اون که پیغمبر میگه خودش اشاره کرد که خدای تعالی هم تری جسم داره و هم خیلی میکنه. مقصد وقتی که حدیث هم میگه که خدای تعالی آسمان ها و زمین ها را فردا روز قیامت قبض میکنه و میگه و قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابعه و بسطه. خداوند بست کرد، پیغمبر نشان داد میگه که خداوند چقدر قبض میکنه و چقدر بست میکنه. او وقتی که حدیث هم میاری ای صحیح مسلم بیمار داری که اقلا همون شرح های صحیح مسلم نگاه کنی. خدا رحمت کنه امام نووی را رحمه الله تعالی، بزرگترین شرح صحیح مسلم امام نووی نوشته است. او که دعوا میکنی بیمار داری یا بر همون را نگاه کنی. تو شرح حدیث های مسلم از کتاب شیخات نگی، ای شرح های امام مسلم بگی، ای شرح هایی که نزد اهل سنت و جماعت معتبر هستند، کتاب های مقصد که مرجع حساب میخورند. امام نووی از قاضی عیاض آورده سمیره و قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابعه و بسطه. میگه تمثیل لقبض هذه المخلوقات و حکایت للمبسوط والمقبوض ای السماوات والارضون. این تمثیل، این مثل زدن پیغمبر مثل این همین چیزای قبض شونده های آسمان ها و زمین ها که نیت قبض میشوند. لا تمثیل لصفت الله تعالی السمعیه المسمات بالید التي لیست بجارها. این تمثیل با صفت پروردگار نیست که ابو صفت با نام ید مشهور است، او جارحه نیست، او عضو نیست که نشونش به تیرنج اکسکواتر که قبضه و بسطه. بیمار دوی تم شرح را اول یک بار ببین و خدا رحمتش کنه. خود امام نووی در همون ادامهش میگه که هذا الحدیث من احادیث صفات. این حدیث ای احادیث صفات های و قد سبق فیها المذهبان. ثابت است که در این دو مذهب های دو جریان های دو مکتب های مقصد و ثبت فیها المذهبان دو مذهب های التعویل و الامساک عنه. یکیش تعویلش میکنن که قبض کردن خدای تعالی، بست کردنش، این تمثیلی مقصد که این تعویلش به معنی اقتدار قدرت پروردگار را نشان دادن است. و الامساک عنه دیمش انا تفویض که میگوی که ما نمیدونیم، خداوند بیان کرده است میگیم اما ما این را تفسیر نمیکنیم، ما نمیدونیم این چی چیز است و چی نو است. امساک یعنی که زبان را نگه داشتن از همین مع اعتقاد ان ظاهر منه غیر مراد. با اعتقاد ای که ظاهر این قول ها مراد نیست، مقصد اساسی ظاهر یا نیست. ببینید و انه تعالی لیس کمثله شیء. و خدای تعالی میگه مثلش چیزی نیست. و میگه و علی قول المتأولین یتأولون علی الاقتدار. اگر با قول متأولین که بگیریم تأویلگرا نواست. امساک یعنی که زبان را نگه داشتن از همین مع اعتقاد ان ظاهر منه غیر مراد. با اعتقاد ای که ظاهر این قول ها مراد نیست، مقصد اساسی ظاهر یا نیست. ببینید و انه تعالی لیس کمثله شیء. و خدای تعالی میگه مثلش چیزی نیست. و میگه و علی قول المتأولین یتأولون علی الاقتدار. اگر با قول متأولین که بگیریم تأویلگرا، اونا با اقتدار تأویلش میکنن. آدم اندک اول اندیشه باید کنه و بعد گپ شپ زنه.
бо як гурӯҳе ҳастай аму такфириёи бадбахт як сухано меган оли аму пир кардагиян интернета ҷоҳил фалон бисмадон домло абдураҳими ҷоҳил гуфтааст яташ бадбахтра падар ҷоҳилае ки таълимат надодааст одоби муоширата ёд нагирифтааст агар та ақли фаросат дошта бошӣ ба як одам ба ҳамин қавлу ба ҳамин лафз муроҷиат мекунӣ آخه جاهل تیه که قول مجسمه و مشابهه گرفته در بین اهل سنت و جماعت پهن میکنی و مردم گمراه کردستی. اگه مسئله اوله مسئله همون سگ بچه را میمونه که شکم مادرش نورماده در شکم میجکه به خدا قسم مسئله هوا را میمونه. خدا رحمت کنه شیخ عطاری ولی را قسم میکنه میگه والله علم در کتاب منطقه تایر شد میگه آنیا که میدید خوابن در چیله در راه ماده سگی بد حامله ناگهان آوازی سگ بچگان شنید سگ بچه اندر شکم بد ناپدید یک شیخ چیله ششته است خواب میبینه که در خواب یک سگی ماده خواب است حامله بوده است همون کچک بچه ها اولی تولد نشده در شکم مادر جکیده استید سگ بچه اندر شکم نالکنان هیچ کس دست اینن در جهان دیگه با تعجب میخیزه اوخی الهی تو به ایچی تعویل داشته باشه در چیله کس نگردد عقده حل جز که درگاهی خدای عزوجل در او چیله یگون کسی نیست که تعبیر خوب شپرسه که چی معنی داره گفت یا رب زین شکال و گفتگو در چیله ومونده هم از مقصد گفت پروردگار رو در چیله ومونده هم از ذکری تو همین خواب همین قدر هوش و دقت ما گرفته است که دیگه نه نمازم به حضور قلبی خونده میتونم نه ذکری تر پر کرده میتونم خدایا مشکل ما قدر دوسان کرد آمدش آوازی هاتف در زمان کن مثال ایدان زلاف جاهلان کس حجاب و پرده بیرون نامده چشم بسته عالمی دوران شده میگه یک صدای غیبی در گوشش اومد که این یک مسئله ایلاف یعنی جاهلا که ولی اوچش تولد نشیده است در پشت حجاب و پرده آیا علاقه صدای جک صدای حفش برآمده است آدم پیش هایی که گم میزنه بدبخت یک پیش کفوت نگه که 4 کتاب بخون از برای خدا من همین توصیه میتم با همین تمام کسایی که متاسفانه امروز از راه حق منحرف شدن به خاطر الله اینا بگیره کتاب اینا امام بیهقی را بخونه الاسماء و صفات شد یا همین الاعتقاد و الهدایه الى سبیل رشاد شد شما همین را بخونه به واسطه بخونه ای کتاب شیخاتونه از برای خدا اقلا آخه شرح مهذب امام نووی را یک ورق بگردونه همین مسئله اخبار صفاتی را احادیث صفاتی که نسبت صفات پروردگار صحبت میکنن شاید ای جهل جاهلی بفروه آخه همین بزرگایی را که خدا بگیره تو شما در بعض کارشا میگن که ایش اشعریه یا ایش ماتوریدیه والله افتخار اسلام همیان مسلمان ها در تمام دنیا با همیا دلیل حجت بیارن گم میزنن اینجا یکون تعصب نیست از برای خدا من اگر تعصب کنم حنفی های خودمونم میارم که الحمدلله ما 10 شارح داریم 10 صدها عالم علم عقیده داریم اینا ببینه ای دیگر مردم آوردستم به خاطر الله اینا به آثار بیهقی را که در مذهب امام شافعی بود بخونه آثار امام نووی را که در مذهب شافعی بود بخونه اینا آثار ابن عربی را ابوبکر ابن عربی را مفسر کلان اسلام این مالکی مذهبه بگیره بخونه از برای خدا ابن حجر عسقلانی را بخونه شاید که اگر به خاطر الله بخونه به یگون فتنه و به یگون حیله و نیرنگ عقیدت و اصلاح شود من کسی را توهین کردنی نیستم اما قسم به الله تمام همین شیخای همیو را از ابن تیمیه و مقصد که نمیدونم اینا محمد ابن عبدالوهابش تا همین ابن باز ابن عثیمین همه همیو را والله در یک جایگی در یک پله ترازو بگذارم همین شخصیتایی را که من نمبر کردم یک نفر شد در یک پله دیگر والله ای همه همیو را گران وزن ترای گران بهاترای خدمتش در دین مبین اسلام بیشتر و زیادترای با خدا قسم به تعصب نمیگم همین کسی صدقاً اگر ورق بزنه و بخونه همین در همین فکری من میآید خداوندی بزرگ هدایت میکنه اولا خدمت
خداوند غیرت و همت نمیده که وقتی که فرزندای نازنین نداد ببینه این فرزند به حد شیرینه به حد عزیزی که صرف خرج میکنیم با شادی و خرسندی دوستا و رفیقا را دعوت میکنیم که در محفل عقیقه فرزندان شرکت کنند. کلانتر شد از برای ثواب تویش میکنیم، عروس میاریم یا که اگر دختر باشه شوهرش میکنیم با هم